شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 31. دلاوری ملاهای مشهور زیریابی فرزند میغیب نام اولی داغستان کاپیتان رتبه دوم محمد حاجیف در تمام فلات حربی بحری شهرت دارد. او هم در بحر بالتیک، هم در بحر شمالی و هم در بحر برنز جنگیده است. از ضرب تیرهای زیرآبی محمد حاجیف بسا کشتی‌های فاشیستی در زیر آب سرد نابود شدند. زورق او در تاریخ جنگ وطنی اولین کشتی زیریابی بود که با اسکادره فاشیستی روبروی ساد جنگید و یک عادت داشت: تا یک کشتی دشمن را غرق نکند ریش نمی تراشید. من محمد حاجیف را یک بار دیدم. آن وقت در آموزشگاه آموزگاری بویناقی به نام اباشیلوف می خواندم. محمد حاجیف در رخصتی بود و ما او را به آموزشگاه ما تکلیف کردیم. ما از او پرسیدیم: شما در میان کوه کلان شده اید و چه خیل ملاحی را اختیار کردید؟ در بچگیم از بالای یک کوه بحر خزر را دیده به چشم خودم باور نکردم. بحر مرا به سوی خود دعوت کرد و من رفتم. به دعوت بحر نرفته نتوانستم. قهرمان اتفاق سوویتی کوهستان پسری محمد حاجیف در بحر برنز هلاک گشته است. هیکل یادگاری که در مخچقله در نزد زوال به نام او گذاشته شده است رو به بحر خزر ایستاده است. در شهری سیورامورسک به نام او مکتبی است. به بحر دلیران می روند ولی این همه بر می گردند. برای همین مردم کوهستان گلهای اولین بهاران را برای بحر می پوشند. به یادی همین قربانیان گلهای پوشیده من هم بارها برای موجا شنا کردند. در بحر برنز، در آنجا که حاجیف و رفیقانش هلاک گردیدند، کشتی ها بحر یاد بود لحظه باز می ایستادند. در بحر هزار نیز چنین عادت است: باز ایستاده 3 دقیقه خاموشی گزیدن و هلاک گشتگان را به نیکی یاد کردن. مخچقله ما چون کشتی است در بندرگاه. از باغ استراحتی نزد ساحل به بحر پوشکین می نگرد. کمی دورتر از او سلیمان ستالسکی ایستاده است. از خیابان به خزر پدرم می نگرد. می گویند که جای بحر یک زمان بیابان دلگیر و اوریانی بوده است. سپس بیابان کوه‌ها را دیده از شادی به پیش قدمشان آب گشته است. می گویند که کوه‌ها یک زمان اژدرهای جنگیده بودند. سپس آنها بحر را دیده از حیرت شخ شده اند، سنگ گشتند. مادرم در سری گهوارم مرا چنین اله می گفت: پسرم قد برافراز چون قله های کوه ها، پسرم دریا دیل شو چون دریاهای پهنا. دخترکی به جوان می گفت: سری کوهی بلند معلوم تولد شدی، کج مانده پاپاخت را مغرور و بی خود شدی. جوانی به کوهستانی دختری می گفت: آیا از قعر دریا آمدی تو پیش ما؟ هرگز ندیدم من مثل تو زیبایی را. در یک مجلس من گفتگوی زیرین را شنیدم: چی ما اینقدر بحر و کوه و بحر میگوییم و خلاص؟ ما کوه و بحرهای دیگری هم داریم، در خصوص آنها گپ زدن لازم. ما باغ بحرهای لزگینی، بحر رمه ها، کوه های پشم داریم. اما در عرفیت درست میگویند همه 3 سرود را یک خودت نخوان، یکی را با ما هم بیمان. همه 3 نماز را یک خودت نخوان، یکی را با ما هم بیمان. من درباره 2 قسمت اساسی که داغستان از آنها عبارت است حکایت کردم. قسمت سیومش همه چیزهای باقی مانده
مگر در وصف راه ها و دریاها، درخت ها و گیاه ها سخن کم است؟ برای حکایت این همه یک عمری آدمی نمی رسد. سرود همچنین است. در عالم فقط 3 سرود وجود دارد. یکم سرودی مادر، دویم سرودی مادر، سرودی سیوم همه سرودهای دیگر. مردم کوهستان آدمان را به مهمانی خوانده میگویند به دیار ما بیایید، کوههای ما بهر ما و دلهای ما از آن شما. در جای ما زمین زمین است، خانه خانه اسب اسب، آدم آدم. در میان اینها چیزی سیومی نیست. آدم در زبان اوری آدم و آزادی با یک کلمه ifade می‌یابد. ازدن. آدم ازدن ای آزادی. بنابراین هم هنگامی که آدم ازدن میگویند همین را در نظر دارند که وی آزاد است. ازدن ای کتیبی سنگ مزار. او نبود مرد میدان، هم بخرد و همدان، لیکن او را سجده کن، او بوده بس که انسان. کتیبی خنجر. هر کس که براه روبرویت آید از اهل خصومت است یا اهل نظر. خنجر به میان از این فراموش مکن، مانند تو نیز اوست از اهل بشر. هنگامی که مرد کوهستانی بعدی مسافرت زیادی به وطن برگشت، از او سوال کردند کو گپ زن، چی خیل جای بوده است؟ چگونه کشور؟ زندگی چی طور؟ آنچه آدمان زندگی میکنند. جواب داد مرد کوهستانی. وقتایی که حاجی مراد با شامل ناگپ بود، بعضی آدمان به نائب خوش آمد زده شامل را غیبت کردند. حاجی مراد با اشاره قطعی سخن آنها را بریده می گفت این خیل نگوی، وی آدم است. نیزا و نفاقمان را خودمان یک طرفه کرده می توانیم. اگرچه حاجی مراد از نزد شامل رفته بود، شامل در محاربه کوه غنیب که حرب آخرین بود دلاوری و شجاعت نشان دادن نائب خود را به یاد آورده گفت این خیل آدمان دیگر نیستند، وی آدم بود. کوهستانیان عصرها این جانب در کوهستان زندگی می کنند و همیشه به آدم احتیاج دارند. آدم در کار. به آدم هیچ نمی شود. مردی کوهستانی چون این قسم می خورد آدم رویدم، آدم می مرم. عادت کوهستانیان چون این است زمینت را فروش، خانه‌ات را فروش، تمام چیز و چارت را از دست بده، لیکن آدمگریت را نفروش، از دست نده. دعای بدی مردم کوهستان چون این است الها در خاندانت نه آدم ماند نه اسب. هنگامی که در حق آدمی ناشایسته ناچیز سیفله حرف میزنند، مردم کوهستان میان سخن را بریده میگویند صدقه گپ کنید او را، وی آدم نیست. هنگامی که در خصوص خطای سهو نقص گپ میزنند، مردم کوهستان میان سخن را بریده میگویند وی آدم است. از این گناهش گذشتن ممکن. درباره اولی بی سر و سامان، اولی تنگ چیرکین، اولی که مردمش اغواگر و ناعهده برایند چنین میگویند در آنجا آدم نیست. در خصوص اولی که سر و سامان و صلح و صلاح دارد چنین میگویند در آنجا آدم است. آدم نخستین ضرورت، گوهری نایاب و بزرگترین معجزه عالم است. در داغستان آدم از کجا پیدا شده است؟ چه خیل به وجود آمده است؟ آغاز از کجاست؟ حکایت و روایت، قصه و افسانه های زیاد موجودند. یکی از این قصه ها را من در آوان بچگی هم شنیدم. زمانی بوده است که در روی زمین کیها پرنده و چرنده پیدا شده از خود نقش گذاشتند، اما نقش پای آدم نبوده است. صداهای گوناگون وجود داشتند و لیکن صدای آدم نبوده است. زمینی بی آدم به دهانی بی زبان و تنی بی جان شباهت داشته است. در بالای این زمین در آسمان پرنده های بی باک و قوی بال عقابان پرواز داشتند. همان روزی که در بارش سخن می رود چنان برفی فراوان می بارید است که گویی تمام پرنده های روی عالم را پر کنده پرشان را به باد
آسمان را ابر و زمین را برف پوشانیده است. همه یکسان گشته است و معلوم نبوده است که زمین کدام و آسمان کدام. در همین وقت عقاب شمشیر بال و خنجر نول بلانه خود برگشته است. یا عقاب بلندی را فراموش کرده است یا بلندی عقاب را که وی به شست رفته به شخص زده است. اورها میگویند که این حادثه در کوه غنیب شده است. لک ها میگویند که در کوه ترچیداغ لزگی ها اثبات کردنی می شود که در شاهداغ. اما حادثه در کجای روی داده باشد شخ است و عقاب بیهوده نگفتن. به پرنده سنگ غرانی پرنده می مرد. پرنده را به سوی سنگ غرانی هم پرنده می مرد. همانا بس عقابان به شخ زدن نابود گشتند، ولی این عقاب شمشیر بال و خنجر نول مجروح شده باشد هم نابود گشته است. بالهای شکستن اما دلش می تپیده است. نولی تیز و چنگال گیرایش صحت مانده است. عقاب مجبور شده است برای زندگی خود مبارزه برد. بی پر و بال غذا یافتن، بی پر و بال از دشمنان امان یافتن مشکل است. عقاب روز به روز از سنگ به سنگ و از شخ به شخ جهیده بلندتر و بلندتر می برآمده است. ویگاه بالای شخ برآمده از آنجا کوههای اطراف را نظاره می کرده است. بی پر و بال غذا یافتن، خود را محوظت کردن، بلند برآمدن، لانه ساختن مشکل بود. در اثنای این همه دشواری ها موشک‌های عقاب تغییر یافته، شکلش هم دیگر شدن گرفته است. وقتی که لانه تیار شده است، آن لانه ببونه و عقابی بیبال به مردی کوهستانی تبدیل یافته است. مردی کوهستانی به پای ساده است و به جای بالهای شکسته دستایی پیدا شدند. نیمی لولش به بینی اندکی کلان باشد هم مقرری آدمی تبدیل یافته است و نیمی دیگرش به خنجری که در میان مردی کوهستانی آویزان است، اما دلش دیگر نشده، همان دلی پیشتره، همان دلی عقاب مانده است. دیدی پسرم، علاوه می نبود مادرم. حکایت را به پایان رسانده، عقاب تا آدم شدنش چقدر عذاب کشیده است، تو باید به قدر آن برسی. نمیدانم که اصلی واقعیت چنین بود یا نه، اما همینش مسلم است. مردم کوهستان در بین پرندگان عقاب را از همه اولا می دانند. آدم خوب و دلیر را عقاب می نامند. اگر پسر تولد شود، پدر ندا می کند من عقاب دار شدم. اگر دختر از جای به خانه زود و چالاک برگردد، مادر می گوید عقابک من پریده آمد. در زمان جنگ وطنی درباره قهرمانان داغستان کتابی برآمد که آن عقابان کوهستان نام داشت. بسا درهای قدیم و گهواره و خنجرهای هستند که در آنها شکل عقابی باوقار را کندند یا حکاکی کردند. درست است که روایت‌های دیگری نیز وجود دارند. دمی که از ناسازگاری‌های روزگار اندیشه می‌رانند، وقتی که پدران فرزندان دور از وطن قربان گشته خود را به یاد می‌آورند، یا اینکه پسران پدران هلاک گردیده خود را یاد می‌کنند، چنین می‌شمارند که کوهستانی از عقاب نه، بلکه عقابان از کوهستانیان رویدند. برای رودها شیب و فراز کوهها پرواز می‌سازد. عقابان زاشیانی کیستید، اینجا کی آورده؟ بسا مردند فرزندان با ناموستان، امروز دل آنها چنین در صورت ما پر برآورده. شما خود چیستید ای اختران نوربار؟ آیا چراغ آسمان استید در شبهای بیم افزا؟ چی به هنگام فرزندان کوهستان جوان مردند و مایان چشمهای کور گشته در غمی آنها. انا برای همین داغستانیان به آسمان مدام با مهر و محبت و آرزوی و امید می نگرند. آنها مرغانی به پرواز رفته و به پرواز آمده را همچنان می نگرند. مردم کوهستان آسمان نیلفام را دوست می دارند. سال 1942 به یادم می آید کشونهای فیلد مارشال کلیست بعض بلندی های کافکاز را ضبط کردند. اویاتسیا کانهای نفتی گرازنی را بمباران میکرد. دودی
سوختارها از بلندی‌های داغستان ما نمودار بود. آن روزها در گرازنی نمایندگان جوانانی همه خلقای کفکز جمع آمده بودند. در هیئت وکیلان داغستان من هم بودم. در گردی همایی جوانی لزگی لیاچیکی مشهور قهرمان اتفاق سوویتی والنتی امیروف سخن کرد. سخنهای از منبر گفتش و صحبتهای بعدی گردی همایی با ما کردش هرگز از لب خاطرم نمی روند. هنگام خوشباشی او با نگاهش آسمان را اشاره کرده گفت به آنجا می شتابم. من از زمین دیده در آسمان ضرورترم. بعدی 2 هفته از او خط سیاه آمد. فرزند شهرتمندی داغستان هلاک گردید، ولی هر باره که از بالای سرم بانگ زده پریدن عقاب رو میبینم یقین میکنم که درون سینه‌اش دلی پرجوشی والنتین است. سال 1945 مسکو. هر روز ما دانشجویان به وکالت خانه داغستان میرفتیم تا که از نویگره های کوهستان از واقعه های مخچقله واقف شویم. جمهوری ما آن وقت به جشن 25 سالگی خود تیاری میدید. روز من در آنجا نبی امینتایف را دیدم. آن وقت در داغستان گمان بود کسی یافت شود که آن جوانمردی لک را نشناسد. آن چابک سوار آسمان، آن جوان خاکسار چندین بار به منطقه دشمن با پراشوت فرآمده با صحت سلامت برگشته است. اکنون جنگ نیست، به داغستان برگردد. گفتم به او آسمان هست که. پس از چند روز رفت در رسمی او را چاپ کرد. در زیر رسم چنین نوشته بود: نبی امینتایف، رکوردنمای جهان از روی جهش با پراشوت. امینتایف رکورد خود را برای داغستان بخشیده است. بعد یک چند روز باز نبی را دیدم. رفتم داغستان. آسمان نگران. من به آسمان زندگی کردن نمیتوانم، ولی عمر آدمی کوتاه است. باری پراشوت بی‌وفایی کرد و نبی ما چون عقابی بالا شکسته افتاد و هلاک گشت. از آن وقت این جانب بس سالها گذشتند، لیکن هر باری که در آسمان بانگ زدن عقاب را میشنوم خیال میکنم که درون سینه‌اش دلی پرجوش نبی است. باز با یادم ریزیده صاحب جمال می آید. او خود را با پراشوت از آسمان داغستان به بالای کوه غونی پرتافته بود. بعد این واقعه در تکی تیره‌ای وی بسا تنبورها ناله کردند. شاعری جوانی نبود که به او شعر نبخشیده باشد. خانچه خشتین در شهر بویناق بسا دیدها به سوی تیره‌های تو شدند. در خونزخ و غنیب، در کموخ چابک سواران سمندهای خود را زین می زدند تا آن زیبا صنمی کاکل دراز را ربایند. اما جوان از لنینگراد آمد و ریزیده ما را به هواپیما سوار کرده بود. او از آسمان و عاشقانی در زمین مانده‌اش دست افشانی کرد و رفت. شاعران ما با دهانی باز از قفایش نگران ماندند. سپس در وصف کپکی که عقابش ربوده است شعرها گفتند. ریزده به لنینگراد رفت و جنگ سر شد. او از آنجا می نوشت: در این شهر اکنون نه فقط شب‌های سفید نیست، بلکه روزها هم سیاه شده‌اند. لنینگراد در آغوش آتش است. من هم در آغوش آتشم. من به آسمان از مغز دید و آتش می نگرم. در آسمان هم جنگ است. شوهر من سعید بارها به عقیبگاه دشمن رفته آمده بود. حالا من 3 مراتب خط سیاه گرفتم. وی دختری دسندها بود. به نزدم کسانی می آیند که آنها را سعید از مرگ نجات داده است. ریزده به داغستان برگشت. هنگامی که او در آسمان دیارش بانگ زدن عقاب را می شنود خیال می کند که درون سینه عقاب دلی پرجوش سعید است. برادرم اخیلچی، تو در مکتبی زمینی دانشگاه کشاورزی می خواندی، اما در جنگ تو آسمان را انتخاب کردی، هواپیما شدی. تو در بالای بحر سیاه هلاک گردیدی. تو 22 سال داشتی. تو هیچگاه به بونه عزیزمان بر نمی کردی. من این را می دانم، لیکن هر باره که در بالای سرم عقاب بانگ می زند یقین می کنم که دلی اخیلچی به دلی من پیام برادری می دهد. در آسمان داغستان پرواز دارند عقابان بسیارند، ولی شیرمردان هم که بهر وطن جان نثار کردن کم نیستند. از هر بانگ عقاب به گوش پیام کارنمایی و دلاوری می رسد.
هر یک صدای عقاب سرودی نبرد است. میدانم که این افسانه عجیب خیالی است، اما آدمان میخواهند که چنین باشد. ولی میدانم که به یک آدمی از منصبی بلند مغرور اندیگی گفته است. حتی عقابان برای آدم شدن به زمین میفرایند. تو هم از بلندی های خود پایان فرا. همه آدمان در روی زمین به دنیا آمدند. مردی کوهستانی را برای آن کوهستانی میگویند که وی آدمی کوهستان فرزند زمین است. اما در افسانه و روایت ها بگذار آدمان پرواز بکنند. در جایهای ما کلمه پرواز را میپسندند. سواره پریده می آید، سرود پرواز می کند. اکثر سرودهای ما در ستایش عقابان است. مرا بارها تنقیح کردند که در شعرهایم عقاب را بسیار نام میبرم. آخر چی چاره که عقابان را بیشتر از دیگر مرغان میپسندم. آنها به بلندی ها و دورها پرواز میکنند و حال آن که پرندگان دیگر همیشه در گردی دانه و چین چریق کرده میگردند. آواز عقابان بلند و شنواست. پرندگان دیگر همین که باد سرد وزید در حق داغستان بی‌وفایی کرده به کشورهای بیگانه پریده می روند. اما عقابان به هر وضع آب و هوا به همه تیرپرانی ها تاب می آرند. لانه های خود را ترک نمی کنند. آنها استراحت ندارند. پرندگان دیگر مدام از زمین یک وجه بالاتر نمی پرند. از بام به بام، از موری به موری، از کشتزار به کشتزار پریده می گردند. دره خود را در جوی ما دره گنجشکان می نامند. صخره عظیم را صخره عقابان می گویند. هر آدمی که تولد شده است هنوز آدم نیست. هر پرنده‌ای که پرواز می کند هنوز عقاب نیست. عقابان کوهی دیاری من پر از فر و شکوه است، پر از مرغان خوشبال و خوش آواز. خدای مرغا باشد عقابش، بلند از جمله مرغان کرده پرواز. نمایان تا شود در آسمان ها، به پاس خیش روزی برف و باران. برای خیشتن بی ترس و تردید گزیند لانگاه در کوهستان. درد با بالهایش پرده میغ، یکی چو بر شود تا آسمان ها. تو گویی از خطر یک سیل ناگه پرد اندر فضا در داده آوا. زمین را زیر بال خیش گیرند که گویی پاسبانی هوشیارند. شنیده بانگشان زاغان ترسو، به هر سو در گریز و بیقرارند. چو دور کودکی رو سوی کهسار، دلم خواهد که ساعتها نشینم. نگه سازم به پرواز عقابان، پرافشانی آنها را ببینم. به طور قله ها گه چون طلایه، گه در دشت و صحرا پر کشایند. دلیران را همان در کشوری من، عقاب کوهی گویند و ستایند. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفوه. پایان گفتار 31